داداش دنبال شهر نباش، بذار همه چیز قانونی بگیریم. چیکار میکنین؟ میبینم که بیداری. بهنام من حالم خوب نیست، خواهش میکنم بیا دستام باز کن، این آدم با هم حرف بزنیم. مگه تو زبون آدم میزدم حالیته؟ فکر نمیذارم قصر در بری؟ داری اشتباه میکنی، یه لحظه فقط گوش کن بهم. آره گوش میدم. اصلا الان وقت توضیح دادنه، ولی نتکی. میخوام شوگر ددی تو بردارم بیارم برم تو خونه من چه گوهی میخوره. این کو؟ آخ آشغال چی کار کردی؟ احمق بچه ساز فکر کرده میتونه منو با این سن و سال دور بزنه. چرا زنگ زدی به اورژانس؟ چه میدونستم اون شوهر احمق تو اورژانس کار میکنه. حالا موقع حرفا نیست. یه پاشو بریم. من نمیتونم فرار کنم. چی گفتی؟ آخه قربونت برم الان وقتش نبود. اصلا میدونم الان وقتش نیست ولی فهمیده باید فرار کنیم. زنگ زدی به اورژانس؟ بهنام تو زدیش؟ آقا پوریا بهنام میخواست بهمون حمله کنه، نمیخواستیم اینطوری شه. میدونی میتونم دهن جفتتون رو سرویس کنم؟ خالی برید. چی؟ نمیشتمی به تو چی گفتم؟ برید. خوبی؟ چی شد یهو؟ نفهمیدم چی شد. تو کی اومدی؟ منم الان اومدم، دیدم همه درا هم باز بود، تو هم وسط خونه افتادی. خبری از اون دوتا هم نبود. فرار کردن لعنتی ها. داشتی میمدی تو گوشه ندیدیشون؟ نه ندیدم. کجا پا میشی؟ قرص خوردی باید استراحت کنی. ولی خودت نمیدی که اگر نمیومده من چه اتفاقی برام میافته. ولی ببین من تا پیداشون نکنم پک رو هم نمیذارم. الو اومدم خونه خواهرش. با دهن ما رو سرویس که توی این اعصاب خوردی تو هم باید خراب شی آخه. الو با ماشین خراب شده سگ مصب. کجا میتونی خودتو برسونی اینجا؟ بیا بریم کسی نیست. استرس دارم عزیزم، با چی بریم؟ اصلا من که نباید استرس داشته باشه. ماشین دوستمو گرفتم میذارم پارکینگ فروتا میاد میبره. بیا بریم. برو دوباره پرایده. سعید این کیه پشتمون داره چراغ میده؟ بهنامه. وای خاک تو سرم، گاز بده، اگه بگیرنمون کشتنمون. عمرن اگه بذارم دستش به اون برسه. سعید آروم برو. یا علاقه است ترکید. برو